وای دیدین چی گپ شد؟ دروازه کسب کار خدا بسته کردم، آمدم تا که در خانه باشم. دوست خوبم سلام. ما مادر با 4 فرزند هستم که البته مدت 4 سال میشه به کشور کانادا مهاجرت کردیم. در اینجا هم بیکار نماندیم. شما هم در جریان هستین، میفهمین که اگر در کشورها باشیم حتما باید کل اعضای خانواده باید کار کنن و خواستم که در اینجا بیکار نباشم. یک کسب کار را اندازی کردم. همراه خواهرم که یک مغازه کوچک لباس فروشی بود و یک بخش از زیر خیاطی تشکیل میده و کار ما بسیار خوب شروع شد. بسیار خوب موفقیت ها را در اینجا داشتیم، ولی در پهلوی از که اونجا کار بسیار خوب پیش می رفت، ولی اینکه مهمه که در اینجا روز به روز به من وجود آمدی بود که مشکلات خانوادگی ما پیدا کردم. درس و بعد از اینکه درسای خودم میخواندن میرفتن به طرف کار، مهمتر از اینکه یک تا دختر کوچکم که بود در خانه میماند. بسیار ما به خاطر از او بعضا به تشویش میبودم و اینکه او یگان روز دخل میماند و موقعی به مکتب رسیده نمیتونست، یگان روز صبحانه خود نمیخورد، یگان روز نان چاشت خود همراه خود نمیبرد و یا اینکه یک روز مریض میشد در خانه میماند تنها میبود و قسم بعض روزا کلید نمیبرد همراه خود در پشت دروازه میماند که بسیار بر من مایوس کننده بود و یک عذاب بسیار دردناک به من رخ میداد و ما همیشه میترسیدم که عواقب از این کار چی خواد باشه که این دختر در خانه تنها میماند. و مسئله تنها این نبود، مشکل دیگه هم بود که کلانا وقتی که میگفتن که ما بیرون هستیم و میایم خانه تا نمیبینیم، ما هیچ اوقات خانوادگی نداریم، روزا را با هم سپری نمیکنیم. به خاطر از اینکه ما روزانه 8 تا 10 ساعت در کار میبودم و مکمل هفته کار میکردم که بسیار بر من سخت بود، یعنی اونا مرا نمیتونستن که ببینن و همین باعث شد که به زندگی خود یک تصمیم جدی بگیرم و با این تصمیم باورمند شدم و بعد از جستجو وارد دنیای دیجیتال مارکتینگ یا بزنس آنلاین شدم و با اندک سرمایه گذاری تانستم که با یک سیستم اتوماتیک و هوشمند و همچنان آموزش های مدرن و کوچ منتور فارسی زبان و همچنان یک درآمدزایی بسیار حالی به این دسترسی پیدا کنم و در اینجا کارهای ادامه داشت و بعد از اینکه کار شروع کردم دروازه کسب و کار آفلاین خود بسته کردم و دروازه بزنس آنلاین باز شد و همین بود که مشکلات خانوادگی ما روز به روز کمتر شد و خوشیایی که به دنبال از این بودیم به دست آمد. اگر شما هم جز از این کسایی هستین که شغل دارین و به خانه‌تان رسیدگی کردن نمیتونین و همچنان کسایی هستین که بیکار هستین و به درآمد نیاز دارین، من اینجا هستم تا شما را کمک کنم و اگر خواستین میتونین که اسم ایمیلتان وارد وبسایت ما بسازین تا اینکه از این طریق بتونین که به اطلاعات بیشتر دسترسی پیدا کنین و همچنان تشکر از اینکه تا آخر به ما گوش دادین. موفق باشین.